سلام دوستان، بهتون حتما پیشنهاد میدم این عطر رو با هم دیگه ترکیب بکنید و لذت ببرید. به من خیلی جواب دادن و مطمئنم که شما هم جواب میگیرید. بیاید لا کپیتالا از بند زرجوف که توش توت فرنگی و عود و کارامل و زعفران و چرم هست رو با الکتیموس لندن تراجان ترکیب بکنید. ترکیبی از پرتقال خونی، برگاموت، نوت‌های مرکباتی توش هست، زعفران توش هست، لوندر توش هست و خیلی چیزای دیگه. شباهت زیادی داره به بک آغوش. ترکیب بکنید یا اینکه بیاید هدونستیک از برند کلاف کریستیان رو با اچنتو ترکیب بکنید. تو این گیلاس هست، ماته هست، تو این سنبل آناناس هست. یا اینکه بیاید الکساندریا شماره 2 رو با اچنتو ترکیب بکنید. جواب میگیرید. یه ترکیبی که من خودم استفاده میکنم ترکیب مانا از بند نیشانه که یک عطر عودی چرمی چوبیه